الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آنچه را از جانب الله متعال به ایشان وحی شده بود به ما ابلاغ کردند. فرصت‌های استثنایی را که در دنیا برای هر کسی مهیا می شود تا اینکه میزان ثواب خودش را و ترازوی اعمال خودش را در روز قیامت سنگین و پربار بکند، این فرصت‌ها را و موارد را و اعمالی را که باعث ثواب مضاعفی می شوند برای من و شما بیان فرمودند. ایشون در یک حدیث بسیار زیبایی که در صحیح مسلم هست 7 گروه را معرفی کردند که این 7 گروه در بهشت الله متعال و در روز قیامت در زیر سایه عرش الهی جا دارند. ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروه هستند در روز قیامت که الله متعال آنها را در زیر سایه خودش جا می دهد، در آن روزی که سایه غیر از سایه الله متعال وجود ندارد. سایه فقط سایه عرش الهی هست و فقط آن کسانی در این سایه جا دارند که مهمان ویژه باشند و این خصلت ها و ویژگی ها را در دنیا بتوانند برای خودشون رقم بزنند. می‌فرماد الامام العادل، اولین فرد امام عادل هست، پادشاهی که عادل باشد، حکمرانی که دادگستر باشد در میان مردم خودش و رعیت خودش. و شاب نشأ فی عبادت الله و رجل قلبه معلق فی المساجد. دومین نفر جوانی هست که در عبادت الله متعال و با عبادت الله متعال نشأت گرفته باشد، پرورش یافته باشد. یعنی این که جوانی که جوانیش را صرف عبادت الله متعال بگرداند و بعد از آن مسلمانی که قلبش وابسته به مسجد باشد، معلق در مسجد باشد، انسانی که قلبش همیشه در فکر نماز هست و آویخته در مسجد هست. و رجلان تحابا فی الله اجتماع علیه و تفرقا علیه. و 2 نفری که با همدیگر دوست می شوند، به خاطر الله متعال دوست می شوند و به خاطر الله متعال از همدیگر جدا می شوند. یعنی دوستیشان و دشمنیشان، همراه بودنشان و جدا شدنشان فقط و فقط به خاطر الله متعال و بر اساس آموزه های دینی هست، نه بر اساس انگیزه های دنیوی یا هوا و هوس شیطانی. و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال. و نفر دیگر شخصی هست، مردی هست که یک زن زیبا و صاحب منصب و جمال و دارای جایگاه اجتماعی او را فرا می‌خواند برای زنا و بدکاری. اما این انسان پرهیزگار میگوید که انی اخاف الله، من از الله متعال میترسم. یعنی با اینکه شرایط برای گناه و برای زنا فراهم هست، اما باز هم فقط و فقط به خاطر ترس از الله متعال از چنین گناهی صرف نظر می کند. و بعد از آن مردی هست و رجل تصدق بصدقه فاخفاها، مردی که مخفیانه صدقه می دهد، صدقه می دهد به دیگران، مشکلات دیگران را حل می کند، به فقرا و تهیدستان رسیدگی می کند. و رجل تصدق بصدقه فاخفاها، مردی که صدقه می دهد در حالت پنهانی و این را پنهان نگه می دارد، حتی لا تعلم یمینه ما تنفق شماله، حتی به اندازه ای که دست راستش هم خبر ندارد که چه چیزی رو داده، دست راست از دست چپ خبر ندارد که چه چیزی رو در واقع صدقه کرده و در راه الله متعال هزینه کرده است. و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. و 7مین گروه و 7مین شخص مردی هست که الله متعال را یاد می کند، ذکر الله متعال را بر زبان می آورد، یا این که الله متعال در قلبش هست و از ترس الله متعال گریه می کند. شخصی در خلوتی رفته، خالیا
در خلوت هست، در یک کنجی هست، به یاد الله متعال میافتد و اشکش سرازیر می شود. اینها 7 گروهی هستند که در روز قیامت زیر سایه عرش الله متعال جا دارند. اولی امام عادل، پادشاه عادل و حکمران عادل هست، و دومی جوانی که در عبادت الله متعال عمرش را سپری بکند، در جوانی عبادت الله متعال را به جا بیاورد. سومی مردی که همیشه در فکر نماز و در فکر مسجد هست. چهارمی 2 مردی هستند که به خاطر الله متعال با همدیگر دوست شدند و به خاطر الله از همدیگر جدا می شوند. نفر پنجم کسی هست که یک زنی او را دعوت به بدکاری کرده اما از ترس الله متعال اون کار را انجام نداده. نفر ششم مردی هست که صدقه مخفیانه داده تا جایی که حتی نزدیکانش هم از اون خبر ندارند. و آخرین نفر و هفتمین کسی هست که از ترس الله متعال در خلوت الله متعال را یاد می کند و اشک از چشمانش جاری می شود. انشاءالله که ما سعی بکنیم که حداقل یکی از این ویژگی ها را داشته باشیم تا اینکه روز قیامت، روزی که همه دنبال سایه هستند، ما زیر سایه عرش الهی انشاءالله جا داشته باشیم. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.